بابا جان من اجازتم از زحیات کنم میخوام که اجازتم بیویم هزار رحمت به همه تاجرایی که مثال ما رو یاردن میکنن خدا سخشان عید زیاده بگردونه. خاله شما باوری داشتید که در یک مدت کوتاه صاحب خانه میشوید؟ نه بچه جان باوری نداشتم. امورم خداوند همیشه دارنده کنه که ما هم مقصد دست نیازمندا را بگیریم. ولی این اشک‌ها اشکی شادی بودند. خرسندی اهل عائله اسمت‌ها آن روز حد و کنار نداشت. آخر چطور خرسند نشوند که بعد قریب 30 سال پر از رنج و عذاب به آرزوی بزرگترینشان رسیدند. 5 پسری این خاندان از دیده بینا محروم بوده در یک حجره خردکک خوابگاه با زن و فرزندانشان عمر به سر می بردند. پس از آنی که سامانه عائله از حیات تلخ اسمت‌ها با عنوان زندگی 17 نفر در یک خانه نوار ویدیویی تهیه کرد، یکی از صاحبکاران موفق جمهوری حاجی محمود جان مرادف به عیادت آنها آمد. این مردی رحمدل نه تنها به اسمت‌ها بلکه به دیگر ساکنان خوابگاه مذکور نیز دستی یاری دراز کرده روز 11 ایول در چند دیگ کلان آش ماند و به همسایه های عائله معیوب آش داده. سپس از اسمت‌ها خواهش کرد که به ماشین های آوردهش سوار شوند. کسی از اهل عائله نمی دانست که صاحبکار معروف آنها را به کجا می برد. ولی بعداً معلوم شد که حاجی محمود جان مرادف برای این عائله کمبغل در مرکز شهر حوله خیلی کلان و زیبای و پرشکوه خریده الکی آن را از تعمیر برآورده است. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا برکت دنیا را دست برسونه. خدا همه دنیا را پنجه همونی کنه. همه بابای اومدگی در طول دنیا خدا پروردگار از همون دور کنه. خدا دولت ما را عید پنجه را آوردتر کنه. همه جناب اولی و یک حیات سویبان سر ما کنه. پروردگار کدام منده مؤمن مسلمانه که ما را دستگیری میکنه. خداوند ما را دستگیری کنه. هزار رحمت به همه شما در این دنیا کمک کار کنید. برکت در آخرت و حاجتمندان عدالت پادشاه مهر و محبت بین مؤمنان در این دنیا امان، در آخرت امان، در بهشت فردوس همه ما شما را نصیب گردانید. وقتی که کلید خانه را به دست اسمت‌ها سپردند، تمام اهل عائله زار زار گریه می‌کردند، ولی این اشک‌ها اشکی شادی بودند. منزل نوی اسمت‌ها از 5 حجره و حوله کلان عبارت بوده. تمام خانه ها با جهاز روزگار از قبیل یخدان، دستگاه خوراکپزی و کاسه و طبق تامین کرده شده است. خدا جان در این دنیا قیامت کارنده. خدا این دنیا تمام کنه قیامت همه دانای مؤمن مسلمان خدا هیچ مادر پروردگار فرزند درمندتا هیچ کس به خونه و بیدر نکنه. آمین همش نمیشه. اشکی دیگر نریزونید. فقط خرسندی شکر الله، شکر وطن، شکر همین روزایی من کودکو رو بینید. اینو در آینده خدا فرزند و نبیرا برای شما بود خیلی خدمت بندگان رو میکنه. بابا جان من اجازتم از زحیات کنم میخوام که اجازتم بیویم بریون چی کلی سازی خوب هستی؟ اینه ما در یک خاندان شتگی هستیم، خاندانی پدر مادر برادر تو شتگی هستیم، در مهمانی آنها هستیم. من دو دخترچه در پیش نشستند میگن که دادا جانی من بچه جانی من بیارین. شما آمدن راضی هستین؟ شما خانه در دارین، شما اینجا یک تنه دو تا داره انشالله. فهمیدین؟ شما همه چی دارین؟ شما پاسپورتون رو پرتوین، باز ما عقب بلیط میشویم انشالله. شما را از کجایی که لازم است میبرن تو ایرپورت میشونن روی میکنن. خاله شما باوری داشتید که در یک مدت کوتاه صاحب خانه میشوید؟ نه بچه جان باوری نداشتم. هزار رحمت به همین جناب اولی و رستم امام علی و دیگر پنجه امونیه که ما زندگی داریم هیچ باوری نمیمد که هر روز در ما را تک تک میکنن. مثل مهاجرت های رسیان زنگ زدن که مادر جان غم نخورین
خوجاین و پدرجان غم نکنین انشالله ما شما را صاحب خانه و در میکنیم. این حاجی محمود 70 روز رحمت کنه. هزار رحمت به همه امی تاجرایی که مثال ما را یاردن میکنن. خدا صفشان عید زیاده بگردونه. پروردگار هیچ کار به خانه و به در نکنه. هیچ مادر فرزندی در من نتوان والله میگه گفت 25 سال شده خانه و به در بدون که خدا ناامید نبودن. سلام علیکم خداوند حاجی محمود امری روزی به برکت که در روز مبارک ما را صاحب خانه در کرد. ما تماما باوری نداشتیم که خدا خیلی صاحب خانه در میشیم. خالی 25 سال که به خانه در بودیم. اگه خداوند صحت همیشه صاحب کارا زیاده گردونه در این تاجیکستان صاحب استقلال که ما را صاحب خانه در کردن. خداوند امری روزی به برکت شد کرد. تشکر به همه اکای حاجی محمود که ما را مقصد دستگیری کرد، صاحب خانه در کرد. که من راستی باوری ندارم که من مقصد حاضرم دلم باور نکرده است که من در خانه خود مناز شدگیم، برای که من قریب 20 کوارتیر زیاد اینجا شدم، در اینجا خزاندم، در اینجا شدم. مقصد هر روز دیدم در طرف بود که امروز یا پگاه میان من مقصد میخزونم که بخیر خانه را خالی کرد. مقصد حاضر همین کوارتیری که حاضر شیشتگی بودم، حاضر چیز چهارم آمده دای ماه دکبر که من آمده صاحب خانه که مقصد که خیر خانه را خالی کرد. خیر ما بچه‌مون در اینجا زن میتیم خانه نیست. خیر وام فهمیدن ممکنه نه که من از زمین تا آسمان ای حاجی محمود منهدارم. خدا دولت چه عیز دست زیاد کنه. به شرافت 30 سالگی استقلال صاحب خانه شدیم. این آرزوی تو بود؟ این آرزوی من بود. من دهم نوار رو پیشینم گفته بودم که انشالله که دست تا 30 سالگی استقلال صاحب خانه میشم. این انشالله به آرزوم رسیدیم. خیر خداوند کسی که با چی آرزویی که دارد در همین 30 سالگی استقلال به آرزوش برسونه. تاجیکستان ما را عید تنجی کنه و عید پیشرفتش کنه. آمین الله اکبر. امیدواریم که دیگر صاحبکاران از محمود جان مرادف عبرت گرفته به چنین عائله‌های نیازمند دستی یاری دراز می‌کنند. سامانه عائله تیار است در چنین کارهای خیر با تمام تاجران، صاحبکاران و دیگر افراد نکوکار همکاری نماید.